همزبانی، همتباری یا همدینی. تاجیکستان نظر به همسایه‌های دیگر ایران در آسیای مرکزی در جنگ 12 روزه اسرائیل با این کشور موقعی آشکارتر و قاطعانه‌تر داشت. لحن بیانیه‌های وزارت کارهای خارجی تاجیکستان آهنگ حمایت از ایران را داشت و اسرائیل و آمریکا را با پایمال کردن مقررات بین المللی متهم می‌کرد. دلیل چنین موضع‌گیری فرق کننده با جز مشترکات زبانی و فرهنگی و تاریخی آیا عامل دیگر نیز دارد؟ در سیاست بین المللی نوبسته از بعضی همین نازکی ها و بعضی قاعده هایی که هست، کشورها به طور استثنایی میتونن برای مثلا حمایت یا برای نمیدونم یک همسانی یا برای نشان دادن همین به اصطلاح نزدیکی تمدنی و تاریخی و فرهنگی به همین چیز دست زنیم. بنابر همین من گمان میکنم که موضع‌گیری تاجیکستان از این حساب بسیار درست بود، چون اگر این موضع‌گیری نمیشد ما برای خیلی اون سیاست‌هایی که در کشورمون در مسئله احیای فرهنگ ملیمون کار میکنیم سوال‌های معین رو به وجود میارد. ولی اگر در مقایسه با کشورهای همسایه باشد البته این بسیار جسورانه بود. در برابر اشاره به مصرف داخلی داشتن این موضع‌گیری، عقیده نیز صدا می‌دهد که دوشنبه رسمی به حمایت سیاسی در منطقه و بیشتر از این رشد همکاری‌های اقتصادی با ایران نیز امیدوار است. برقرار شدن مناسبت‌های نیک و برقرار شدن مناسبت‌های خوب تجارتی اقتصادی ما از این لحاظ هم میتونیم افضلیت داشته باشیم یا در رسانیدن مثلا بارهای تجارتی خود به بازارهای جهانی از طریق بندرهای نزدیک جمهوری اسلامی ایران استفاده ببریم. اصلا ایران یک اقتصاد خیلی بزرگی پیشرفته و رشد یافته دارد. همین مشکلاتش که میخواهد به مثلا تکنولوژی معاصر هسته‌ای دست بیاورد خود از آن شهادت میدهد که این دولت خیلی با پیشرفت‌های تکنیکی و فناوری این سطح جهانی دستیابی دارد. تاجیکستان در سالهای 2015-16 که آغاز سردی روابط آن با ایران بود، زیر عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای رای داد. مقامات و رسانه‌های دولتی تاجیکستان ایران را نه تنها حامی حزب همکنون ممنوع نهضت اسلامی بلکه سرمایه‌گذار و تحریک دهنده عمل‌های تروریستی از جمله قتل‌های سیاسی در تاجیکستان می‌نامیدند. ایران در نوبت خود ادعا می‌کرد که نزدیک به 2.5 میلیارد دلار این کشور با خلافکاری تاجر معروف بابک زنجانی در تاجیکستان حل شده است. با گفته شیرعلی رضاییان، موضع‌گیری جسورانه دشواری‌های گذشته را هموار کرد، اما می‌تواند ریسک و چالش‌های نیز داشته باشد. خود چنین اظهارات دادن با در نظر داشت جانب دیگری جنگ بودن اسرائیل و در قفای اسرائیل قرار داشتن آمریکا برای سیاست خارجی ما بعضی مثلا چالش‌های را نیز داشت و این چیز از اون همکاری‌هایی که ما با ایران در آینده داشته می‌توانیم به مراتب بیشتر بوده می‌تواند این چالش‌ها و تاثیرشان. در حال حاضر علامت از این چالش‌ها و تاثیر رسانه‌ای نشده است. با وجود قطعیتش اظهارات تاجیکستان با موضع‌گیری کشورهای دیگری آسیای مرکزی همصدا بود و برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی آن را هم مضمون با موضع‌گیری‌های روسیه و چین دو شریک استراتژیکی دوشنبه رسمی شمردند. ایران فارس زبان از قدرت‌های مهم منطقه‌ای در خاورمیانه و اقتصادهای سرشار از ذخیره‌های نفت دانسته می‌شود که تاجیکستان در 900 کیلومتری مرز آن قرار دارد و راه مساعده برای راه یافتن تاجیکستان به بندرهای تجارتی آبهای جهانی گفته می‌شود. حالا دو کشور در سفرهای مستقیم روابط را برای 30 روز بیکار کردند و می‌خواهند گردش مال و کالا را از 400 میلیون دلار فعلی در چند سال آینده به 1 میلیارد دلار برسانند.